project itself has been implemented on 1st of June 2017. At the first month, we interviewed more than 150 IDP Yazidi kids who escaped from ISIS captivity. The purpose of the interview is to select about 100 IDP kids. Among these kids, it's for involving them into our courses and to start to have classes of the project. Otherwise, we were preparing some other things for starting to deliver our courses. So in this case, we entered into the second month, at the beginning of July, and according to a plan, we started to deliver the art and musical sessions and psychosocial sessions for the 100 children and adolescents. زارو که هاتی ندف ما کم انترویو پیکری الدست پیکی وضعی واقعی نهنده باش بو الدست پیک اما بسیار جد کردن کاناوه هوت شه اوانا ناوه خوشی ند بود و کنده کس بون یعنی از شنبش مدش مال جینه درد کردن نتشان کو اختلاط بکن ناف جواکی دا بشتی کم انترویو پیکری و ما اینا داخلی وی دوره کریم و چنده ها تمرین راهنان ما دگل کردن و چنده ها بابت ما گودی نوانا تانو که وضعیوا باشتر لحاتی گلک شوانا او بون ابد هزر تندرا والدف هاي انکو هزر داعش الدف هبو بشتی هاتی نویره اف هزر الدف نما یعنی نها کم ترید لحاتی افزارو که تاني 4 سالی و حتی 17 سالی بون تایبتی کچ بهرا پتر آریشتوانا پتر بون حتی 8 سال افزارو که تنی باشترید لحاتین و چن اتناف جواکی دا بجین به آریشه و هر وسط چنا قطاب خانه جی و الویری جی مفری گلک تشتاد کرن